در انتظار تو چشمم سپید گشت و غمی نیست اگر قبول تو افتد فدای چشم سیاهت. یا بقیت الله. برای تو می نویسم مالاتک سوار بیداری. دلم جز هوایت هوایی ندارد، لبم غیر نامت نوایی ندارد. وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت بهایی ندارد. دلی که نشد خانه یاس نرگس خراب است و ویران صفایی ندارد. مرضیه سادات هاشمی راد هستم، پژوهشگر در حوزه معارف دینی. انتظار فرج یه مفهوم دینی صرف نیست، یه راهکار عملیه که برای بهبود سطح کیفی زندگی آدم‌ها باید مورد دقت و توجه قرار بگیره. بعضی وقتا نگاه آدم‌ها به ارتقاء سطح کمی زندگیشونه و بعضی وقتا دوست دارن به لحاظ کیفیت و محتوا و عمق یک ارتقایی به سطح زندگی خودشون بدن. مقوله انتظار فرج یک مفهومیه که خیلی روی سبک زندگی آدم‌ها اثر داره. انتظار فرج یک مفهومیه که خیلی روی سبک زندگی آدم‌ها اثر داره. انتظار فرج یه عامل مؤثریه که رفتارها و نگرش‌های آدمی رو شکل میده. ممکنه این سوال در ذهن ما ایجاد بشه که خب چجوری یک مؤلفه‌ای به نام انتظار فرج اینقدر در روایات ما مورد توجه و تأکیده. متون دینی رو که نگاه می‌کنیم می‌بینیم رسیدن به یک زندگی عادلانه و آرامی هدف هر انسان سلیم النفسی میتونه باشه و این هدف و این باور اتفاق نمیفته الا به اومدن یک انسان کاملی که به عالم ملکوت و به الله که صاحب تمام نظامات هستی هست متصله. قلب مقدسش رو جدی بگیریم. کمک کردن برای هموار کردن مسیر آمدن کسی که به استناد روایات شخصیتش نمود و جلوه و خلاصه همه انبیا و اولیاء و ظهور اون محقق کردن همه نیکی ها و آرمان بخش همه آرمان های بلنده، کمک کردن به همه انسانیت. آدم های منتظر با هر یک کار خوبی که انجام میدن، با هر یک کار انسانی و الهی که انجام میدن، با هر مانعی که از جنس معصیت باشه و از مسیر آمدن منجی بر میدارن، در واقع دارن به همه بشریت کمک میکنن، مسیر رو برای اومدن منجی هموار میکنن. مسیر رو برای اومدن منجی هموار میکنن. توی دعای افتتاح میگیم که خدایا من اشتیاق دارم که برای تشکیل و ساختن حکومت مهدوی به امامم خدمت کنم. خدایا من اشتیاق دارم برای ظهور، برای فرج. در ادامه اون دعا میگیم خدایا یه کاری کن که من جزو یکی از کسانی باشم که به این محقق شدن کمک میکنه. فصل على محمد وآله
بفتح منك تعجل وبضر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. این محقق شدن، این اتفاق افتادن لازمش تلاشه، لازمش ساختنه، لازمش سکون و سکوت نیست. انتظار فرج به ما میفهمونه که اون چیزی در نظام عالم ارزشمنده، اون چیزی سنت خدا حساب میشه که اسمش تلاش من باشه، اسمش انجام وظیفه من باشه. نگاه خدا روی تحقق نتیجه ها نیست، روی انجام وظیفه هاست. وظیفه من برای هموار کردن مسیر فرج و ظهور منجی و مصلح چیه؟ من باید به اون وظیفه عمل کنم، من باید در راستای اون وظیفه تلاش کنم. تحقق نتایج به دست خداست. تو هفته ای 2 بار گریه می کنی برام، تو هفته ای 2 بار توبه می کنی به جان. تو منتظر تر از منی تموم شه غیبتم، دروغ میگم عاشقم ولی بذار بیام. خدا کنه بهم نگی تموم فرصته، دعا بکن که خوب بشم آقا به حرمتت. یه کاری کن که من نشم دلیل گریه هات، یه کاری کن نشم دلیل طول غیبتت.